سرخط مهمترین خبرها. دو زاده تاجیکستان در هواپیمای افتیده در قزاقستان بودند. وکیلان مجلس نمایندگان به بینای نو کوچیدند و در ایران استفاده از واتساپ را اجازه می‌دهند. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 26 دکبر سال 2024 است. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که دست کم دو زاده تاجیکستان در داخل هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز بودند که روز 25 دکبر در جنوب قزاقستان سقوط کرد. هر دوی آنها شهروندی روسیه را دارند. یکی از زادگان تاجیکستان سبحانقل رحیموف در این حادثه جان به سلامت برده، اما سرنوشت زینت الله سعداللهیف معلوم نیست. سبحانقل رحیموف در این حادثه از پیشانیش کمی آسیب گرفته است. او در نواری از داخل هواپیما که قبل از سقوط ثبت شده است آرام به نظر می رسد و به تکرار کلمه شهادت را می خواند. بعد افتیدن هواپیما رحیموف در نوار دیگر خود و پاره های هواپیما را نشان داده می گوید خلبان هلاک شد. سامانه گزیترو نوشته است سبحانقل رحیموف همراه با خانواده‌اش در شهر یکاترینبورگ روسیه زندگی می کند و شهروندی این کشور را هم دارد. یکاترین رحیمووا یکی از پیوندان سبحانقل به این نشریه گفته است او گاه گاه به وطنش تاجیکستان می رود. با گفته نزدیکانش سبحانقل برای کدام کارش از باکو به گروزنی پرواز میکرد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی سبحانقل رحیموف زاده دهه نروژ ناحیه عینی است و سالها پیش همراه با خانواده‌اش به روسیه کوچیده است. خبرنگاران رادیوی آزادی تلاش دارند با خود سبحانقل رحیموف تماس گیرند. در رویخط مسافران پرواز شرکت آذربایجان ایرلاینز که رسانه‌های قزاقستان و هم خود شرکت در توییتر نشر کرده است، نام زینت الله سعداللهیف هم آمده است. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که سعداللهیف 29 سال داشته، زاده ناحیه فیض‌آباد است. او از سال 2020 شهروندی روسیه را داشته است. نزدیکانش در ناحیه فیض‌آباد نخواستند در این باره زیاد صحبت کنند، چون میگویند با گذشت یک روز از حادثه معلوماتی عمیق ندارند. ولی پیوندان زینت الله سعداللهیف تصدیق کردند که او از باکو به گروزنی پرواز میکرد و بار اخیر از شهر گروزنی با خانواده‌اش تماس گرفت. مقامات تاجیکستان درباره سرنوشت این زادگان تاجیکستان تا حال هیچ شرحی ندادند. رادیوی آزادی تلاش دارد در این باره معلوماتی بیشتر به دست آورد. یادآور می‌شویم که هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز که از باکو به گروزنی پرواز می‌کرد در 3 کیلومتری اقتاو در جنوب قزاقستان نشست اضطراری انجام داد. کنات بوزونبایف معاون نخست وزیر قزاقستان گفته است از 67 نفری که در داخل هواپیما بودند 38 نفر به هلاکت رسیده، 29 کسی دیگر زنده ماندند. احوال 11 مسافر زنده مانده وزنین گفته می شود. از 67 مسافر و هیئت پرواز 42 نفرشان شهروندان آذربایجان، 6 کس از قزاقستان، 3 نفر قرقیزستانی و 16 کس دیگر تبع روسیه بودند. سبحانقل رحیموف که زاده تاجیکستان است، به احتمال زیاد در رویخط شهروندان روسیه است. وکیلان مجلس نمایندگان پلاتای پایانی پارلمان به بینای نو کوچیدند. در عکس‌هایی که دفتر مطبوعات پارلمان نشر کرد دیده می شود جلسه مجلس نمایندگان روز 25 دکبر در بینای نو برگزار شده است. بینای نو پارلمان و بینای حکومت با 220 میلیون دلار مبلغ چین ساخته شده. ماه ایول امسال در جریان سفر سی جین پین بعد دوشنبه افتتاح شدند. جای کار نو وکیلان در خیابان رودکی بنیاد و برای هر دو پلاتای پارلمان پیش بینی شده است. بعضی وکیلان پارلمان قبلا گفتند بینای محتشم به کار آنها تاثیر مثبت می‌گذارد، ولی برخی تحلیلگران از جمله روزنامه‌نگار رجب میرزا با اشاره به زیاد فعال نبودن وکیلان میگویند در برابر ظاهر به ماهیت موجودیت پارلمان توجه شود. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان برای شرکت در انتخابات پارلمانی نامزدی 13 نفر را پیشبری کرد. انتخابات در ماه مارس سال 2025 برگزار خواهد شد. در میان نامزدها رئیس حزب غیاث‌الدین اشورزاده، سرمحرر نشریه نوید کولاب غایب فیروز، مدیر یک کافه دانشگاه اسلوونی نعیمه سالمزاده، خادم پژوهشگاه اقتصاد کاملجان بابازاده و وکیل مجلس درینگ رحمان جهان افروز هستند. انجمن حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان روز 25 دکبر در شهر دوشنبه گذشت. پیش از این بعضی از حزب‌های دیگر سیاسی از جمله حزب حاکم خلق دموکراتی نامزدهای خود را به انتخابات پیشبری کردند. بعد از منع فعالیت حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان 7 حزب سیاسی مانده است. نمایندگان مخالفین در خارج میگویند هیچ یک از این حزب‌ها اپوزیسیون واقعی نبوده. وکیلانشان در پارلمان از قرار و قانون‌های پیشنهادی حکومت به بحث و تنقید پشتیبانی می‌کنند. در یک دهه گذشته کشورهای اروپایی بیش از 1 میلیون نفر از پناهجویان سوریه را به
قلمرو خود راه و جای دادند. حالا با سقوط رژیم بشار اسد قبول درخواست پناهندگی بعضی آنها را منع کردند. اگرچه تغییر حکومت در وطن بعضی از پناهجویان را خرسند کرده است، اما عده دیگر از آینده خویش نگرانند. در این باره همکارم مومن احمدی گزارش می‌دهد. نبیل عطار پارچه‌ای از زادگاهش را به شهر قدیمی اورلئانسی فرانسه آورده است. دستوری تهیه غذایی را که از مادرش آموخت و خاطره‌های بدی را که از حکومت بشار اسد دارد. شخصانی مسلح به من تهدید کردند که پول دهم. پسرم را ربودند. بسیار سخت بود. پول زیادی دادم که پسرم را برگردانند. And I paid a lot of money to get my son back. نبیل عطار که صاحبکار موفقی بود با اهل عائله دمشق را ترک کرد و به صف صدها هزار پناهجوی پیوست که از سوریه به اروپا گریختند. در پاریس رستورانداری آموخت. سال 2018 با همسرش در ارلیانس رستوران باز کرد و نارنج نام گذاشت. اهل عائله شهروندی فرانسه را گرفته است. عطار میگوید مناسبت مردم با آنها خوب است. ما هیچگاه مشکلی نداشتیم. هیچگاه به نژاد پرستی که من این کلمه را خوش ندارم دچار نآمدم. اول این ماه خبری سقوط رژیم بشار اسد آمد و در ارلیانس از جمله رستوران عطار شادی و خوشحالی برانگیخت. من امیدوارم و باور دارم که احوال سوریه نظر به پیش بسیار و بسیار بهتر می شود. هیچ نگرانی از این ندارم. اما تغییر رژیم در سوریه مایه نگرانی های دیگر شده است. بعضی کشورهای اتحادیه اروپا قبول درخواست پناهندگی شهروندان سوریه را باز داشتند، چون به قول آنها رژیم اسد که آنها را فراری کرد دیگر نیست. عین زمان با افزودن روحیه ضد مهاجران، بعضی از سیاستمداران اروپا گفتند که پناهجویان سوریه باید به خانه‌هایشان برگردند. حامیان حقوق و پناهجویان زیاد میگویند خطر همچنان وجود دارد. حالا مهمترین مسئله امنیت پناهجویان سوریه و مردمی است که پناهگاه می‌خواهند. بحث در این باره در ارلیانس هم اوج گرفته است، چون بعضی از سوریگی ها از رهبران نوی دمشق بیم دارند. من نگران کشور هستم، از آیندهش نگرانم، چون آنها افراطگرا هستند. نبیل عطار بیشتر خوشبین است. من میدونم که مردم زیاد خواهش بازگشت دارند، زیرا به جامعه اینجا همایش نیافتند. امیدوار است که روزی برای دیدن وطنش برمیگردد. میخواهم برگردم عائله و خانه دوستانم را ببینم، کوچه ها را، جای کارم را، جایهایی را بینم که زندگی کردم. اما نه برای همیشه. حالا با گفته او زندگی و آیندهش دیگر در فرانسه است. مقامات در ایران راضی شدند که منع استفاده از واتساپ و ضمیمه گوگل پلی در قلمرو این کشور بیکار کرده شود. در این باره خبرگزاری ایرنا اطلاع داد. از این پیش رئیس جمهور مسعود پزشکیان وعده داده بود که مانع‌ها را در اینترنت سبکتر خواهد کرد. فعلا معلوم نیست که قرار کی به اجرا می‌درآید. همزمان از 290 عضو مجلس ایران 136 نفر در نامه به شورای عالی امنیت اطلاعاتی نوشتند که منع استفاده گوگل پلی و واتساپ تحفه برای دشمنان خواهد شد. استفاده از واتساپ، ایکس، تلگرام و یوتیوب در سال 2009 در ایران منع است. گوگل پلی و واتساپ سال 2022 بعد از مرگ مهسا امینی و اعتراضهای سرتاسری ضد حکومت مسدود شد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 دکبر را فرا می‌گیرد.
26 دکامبر سال 1991 شروع جمهوری‌های شورای عالی اتحاد شوروی اعلامیه ختم موجودیت SSSR را قبول کرد. این تصمیم بعد تأسیس سازمان کشورهای همسود گرفته شد و با همین بعد نزدیک 70 سال موجودیت به SSSR خاتمه بخشید. تاجیکستان هم یکی از امضاگزاران این اعلامیه بود. 26 دکامبر سال 2013 تاجیکستان بار اول مفهوم غلام فروشی را به قانونگذاری خود وارد کرد و جزای سنگین از 5 تا 12 سال زندان را برای چنین جرم تعیین نمود. ماده 9 در کدکس جنایی تاجیکستان غلام فروشی و استفاده مهنت غلامان عنوان و در شرایطی که مردکاری و مهاجرت کاری شهروندان در داخل و خارج کشور به یک پدیده معمولی تبدیل شده است خیلی مهم و سری وقتی دانسته شد. 26 دکامبر سال 2011 شهرشناس معروف و محقق زبان تاجیکی در دانشگاه هومبولت آلمان منفرد لورنس برنده اردن دولتی تاجیکستان با نام دوستی شد. دانشمند آلمانی 88 سال عمر دید و تمام عمرش را به آموزش زبان و ادبیات تاجیکی و فارسی بخشید. منفرد لورنس و یرژی بیچکا خاورشناس چخ از دوستان همیشگی تاجیکستان و زبان و فرهنگ آن بودند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 110 سامان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد و 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. تا فردا، خدا نگهدارتان.